این که میگن آدمای اطرافت خیلی مهمن و باید اونا رو انتخاب کنی، در اصل شما نباید بری آدم ها رو انتخاب کنی. شما باید به درون خودت بری، فرکانس خودت رو بیاری بالا، ارتباطت رو با منبع خودت وصل کنی و اون آدم ها خواه ناخواه تغییر میکنن. شما هیچ نیازی ندارید که برید آدم ها رو کنار بذارید. اونا اصلا از زندگی شما به صورت خیلی ناگهانی محو میشن. هستن ولی انگار نیستن. پس اینجا با هم یاد میگیریم که این ماییم که تصمیم میگیریم چه افرادی در کنار ما باشن و هر چقدر که ما از درون بهتر، قدرتمندتر و اصلتر باشیم، آدم هایی از این جنس وارد زندگیمون میشه و اینجوری میشه که افراد موفق میشن به طور خیلی ناگهانی شرایط زندگی خودشون رو تغییر بدن. امیدوارم که این آگاهی به قلبتون نشسته باشه و همیشه دورتون پر از افراد فرکانس بالا و مثبت باشه. مراقب خودتون باشید.